نه هیچ کدوم نبود. شخصیت اصلی نیست. جزو شخصیت اصلی نیست. لونا لاوگو بابای ویزلی باباش مادام پامفری. فکر کنم اون چیزه رو میگه سایکیکه. بریم بعدی. پس من نمیخوام انسان باشم. راهنمای این جواب بود که در بحث رنج کشیدن داده شد. رنج کشیدن داده. هری درسته. یس بالاتر رو چون من بدونه راهنمایی گفتم. برو بعدی. صادقانه بخوام بگم اگر سرعت کمتری داشتین عقب میرفتین. چه از این دعای فلسفی میخور نمیدونم. راهنمایی سیب سبز. دراکو مالفوی. گفتم درسته. اصلا سیب سبز مال این پدر سیب. خب بریم بعدی. من همون چیزی هستم که هستم و از این بابت شرمنده نیستم. میگه آهنگش همونیم که هستم از این بابت شرمنده نیستم. رون ویزلی. هری. روبیوس هاگرید. هاگرید. مورنینگ. فهمیدم. جواب مادر ویزلیا. داداشی ویزلی. جورج ویزلی. همون. یس. اوکی. یه دونه من داشتم. مورنینگ. تنها مشکل اینه که من نمیتونم اون چیزی رو که فراموش کردم به یاد بیارم. راهنمایی کن. راهنمایش گوینده خیلی بدبخت و تو سری خوره. میدم سری خوره. من میدانم دیوانه شده. اون استاده که قبلا در موردی جان پیچا به چیز گفته بود به دام ولدمورت گفته بود. بعد هری میخواد از تو مغزش بکشه اون سکانس. دابی. جواب تو همون بود؟ آره استاد. نویل لانگ باتر. I can't remember what I've forgotten. زمان و مکان در جادو اهمیت دارند پاتر. لوسیوس مالفوی. سورس اسنیک. بابا بده بیاد. Not bad. بده بیاد. 3-2 من میدونم. زندگی عادلانه نیست. بابا اینا هر پدر وای همه میگن از اون شاید تو همین فیلم دوبار گفته باشه. گفتم بکنم؟ آره. گوینده توی فیلم هری رو به خوک تشبیه کرد. واضحه. نه من بلد نیستم. تو کی میگی؟ ولدمورت. لوسیوس مالفوی. سورس اسنیک. But life isn't fair. ببین چند بار نوشتم سیوروس 60 بار سیوروس اسنیپ نوشتم. زاده شده آن هنگام که هفتمین ماه میمیره. این یکم چیزه. ببین من حالت و موقعیت رو یادمه. آره. راهنمایی گوینده عینکیه. همون معلمه که تو کار چیز بوده آینده نگری یا اینا بوده گوی جادو و اینا اوکی میکرده. مارتل گریان. پروفسور تری لانی. درسته داشتم من دوست دارم مرگ خاران رو در حال جنگیدن با این گیاه ها ببینم. اصلا تو چیز موقعیت راهنمایی کن. سریع. گوینده استاد هافلپاف ها بود. هافلپاف؟
من فکر کنم بدونم که اسمشو بلد نیستم. باریکلا نه باریکلا نه این گیاه ها هستن که میارنشون بالا جیغ جیغ میکنن. اون استادی که اینا رو درس میده اینا گفته. آفرین. آره پروفسور اسپراوت. بابا خیلی شخصیت دیدی. آره ولی درسته. من درست گفتم. درست گفتی؟ Oh, there are several things I would like to say. یه بار میتونم این متن رو بخونم خودم؟ یه راهنمایی بکن. مخاطب این جمله آمبریج هست. آمبریج. یه راهنمایی. بریم. رون ویزلی. دامبلدور. از اسنیپه. رون ویزلی. جواب من رو با مک گاناگل. Oh, there are several things I would like to say. سوال بعدی شهرت رفیق نیمه راه هری. ریموس لوپین. لونا. جواب گیلروی لاکهارت. گیلروی فیلم عاشق این شخصیت بودن همین. چی؟ راهنمایش این بود که دخترای این فیلم تو میدونی کیه؟ بابا ولم کن. این روسه. آره روسه بود. Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does. عشق یا تقلید از روی اون غیر ممکن است. چی؟ ساختن عشق یا تقلید از روی اون غیر ممکن است. راهنمایی میخواد حاجی. راهنمایی کن. یه راهنمایی بکن. یکی از استادهایی که در زمان ولدمورت هم استاد بود. همون پدرسگو میگه. همون پدرسگی که در اون لحظه داشته جان پیچا رو یاد میداده. من اسمشو بلد نیستم. من نشون میدم. خب همون شخصی که جان پیچارا یاد داده. نشسته بود بغل شومینه بود. بغل شومینه بود. بعد میاد ازش میپرسه ولدمورت. خدا اگه بگو دامبلدور اسمشو. باشه همینو میکنم تو خونه تشکر. بگو اسمشو تو بگم من تایید کنم. پروفسور اسلاگ هورن. فکر کنم همین. سلاگ هورن همون بود؟ آره فکر کنم. آره. نه. بذار یه سرچ بکنیم. ببین دیگه فکر نمی‌کنم ادیتور نیاز داشته باشه بشماره اینا رو. چرا من بردم؟ چون که آقا متین من بردم. برنده این چال شرطون همه میدونن که من همیشه برندم. بله. اگرم باختم آره. یکی از بزرگ منشین بوده. باشه. دیدی چه کسچری گفت؟ برد یه آهنگ خفن بنداز روشو برنده را معلوم. برنده که منم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. چنل این دوتا عزیز تو دیسکریپشن هست، حتما فالو کنید. همین دیگه. تا یه ویدیو دیگه گودی با نرو مریم میدونی عاشق چشمات هست.